ماجراهای باور نکردنی. 3 ماجرای باور نکردنی رو با هم میریم میبینیم، ببینیم کدوم یک از این ماجراها درسته، کدوم یک غلطه. امروز هم با شما هستیم. اولین ماجرا رو با هم میبینیم. Yo guys، خوش اومدی به ویدیوی جدید. Yo guys 2000 years. یه سال نیم دارم میام دوباره راجع به این موضوع ویدیو میذارم و got the new PlayStation 5 Slim. قبل دارید من دنبال میکنید میدونید که من ماجرای بعد رو با هم میریم میبینیم. نکن هم تموم شد. چی حد زدیم؟ الان همه قسمت ها رو مرور میکنیم ببینیم درست حد زدیم یا مشقی حد زدیم. ماجرای شماره 1. ماجرای شماره 1 کاملا واقعی بود. اونایی که درست حد زدن ماجرای شماره 2. ماجرای شماره 2 کاملا تخیلی بود و ساخته ذهن کارگردان متوحش ما بود. اگه همین چیزایی که امروز شنیدم و من پارسال میشنیدم، اون کوثر چی کار میکرد؟ مارکو مورد هجوم یک از بومیان جزیره قرار گرفت. مارکو بقیه میگفت آیا چیز بدی راجعم گفته شده؟ کاملا شاید میرفت توی لاک. شما میخواین سریعتر به اون منطقه بدین زمینه اونجا رو آبودی کنید. خوند و دوباره هرس میخورد که چقدر تهمت زده شده بمون. بس که ما قراره کارخونه جدیدمون رو احداث کنیم. متحول شدی. بشین. حالا که متحول شد. کوثر عزیزی. ماجرای شماره 3 هم تخیلی بود. دیدی کلاه سرت رفت؟ چیم برادر عزیزم، ما زیرزمینی هستیم. من به چیم